با دنبال درگیری‌های شدید شب و روز گذشته که دست کم 25 نفر را کشته و صدها نفر را زخمی بر جای گذاشت، مقاومت تظاهرگران ضد حکومتی با نیروهای پلیس در کیف پایتخت اوکراین ادامه پیدا کرد. این درگیری از آغاز تظاهرات قریب 3 ماه پرخشونت‌ترین ارزیابی می شود. مقامات حکومتی این زد و خورد را کوشش غصب قدرت از راه زوری عنوان کردند. در شهر غربی لوو اوکراین باشد شورشگران ماشین‌ها را چپه کرده پنجره‌ها و کامپیوترهای اداره پلیس را شکستند. پلیس میگوید که پرونده‌های جنایی سوزانیده و سلاح‌های موجود در این اداره دزدیده شدند. تظاهرگران در لوو و شهرهای دیگر در غرب این کشور به یک عده بناهای دولتی هجوم بردند. فعالان حقوق بشر در قرقیزستان در نزد بنای سفارت اوکراین جمع آمده دعوت کردند که به خونریزی خاتمه داده شود. یک عده فعالان شناخته حقوق انسان حکومت یانوکوویچ را به هجوم ضد تظاهرگران متهم کردند. آنها میگویند اگر قرقیزستان نیز به اتحاد گمرکی تحت نظر روسیه همراه شود، حالتهای مانند به اوکراین در قرقیزستان نیز رخ خواهد داد. در الماتا، یکی از شهرهای بزرگ قزاقستان، وامداران منزل از سراسر کشور در نزد بنای بانک ملی جمع آمدند. آنها از حکومت دعوت کردند که به بحث پرداخت وام منزل با بانک ها دخالت کند. آنها میگویند پرداخت وام منزل به طور صنعی به دلار آمریکایی بسته شده است و حالا به قرب شدن پول ملی پرداخت وام منزل را تقریبا ناممکن کرده است. مقامات بلندپایه نظامی و دیگران در ارمنستان دهمین سالگرد مرگ گورگن مرگریان را برگزار کردند. لتینانت ارتش ارمنستان مرگریان در جریان یک سمینار ناتو از طرف یک افسر آذربایجان در بوداپشت به قتل رسید. این قتل پر از سر و صدا در بین دو کشور ارمنستان و آذربایجان که اوایل سال 1990 با هم جنگی را پشت سر کرده بودند تشنج ایجاد کرد. رامیل سفروف قاتل مرگریان از مجارستان به آذربایجان انتقال یافت تا مهلت زندان را در آنجا سپری کند، اما پرزیدنت ایلهام علیف او را دفعتاً عفو کرد. یک گروه خرد در مسکو با جمع آمده در نزد مجسمه الکساندر دو 157 سالگی روایی از حقوق کریپاسنویی را تجلیل کردند. این یاد بود با ابتکار لیونید گوزمن رهبری حزب کاری راست روسیه صورت گرفت. شاه الکساندر سال 1861 مانیفست را قبول کرد که بر پایه آن کریپاسنوی‌های سابق حق داشتند مالکیت داشته باشند و آزادانه فعالیت کنند.